بلاک بود. خب نیاز بهش تایید بده دیگه، یا مثلا اینجا یه سیبی بده. تو اومدی چیکار میکنی؟ تو 15 دقیقه داری می نگاه میکنی. خب می همین یه دونه رو الکی اینجا میزنی، اصلا برات آشنا نیست. می اینجا میزنی، خب برمیگرده اینجوری میشه. بعد تو اینجا میمونی که حالا حیف اون $30 حیف اون فلانم. آقا وایسا، تو یه دقیقه برو نگاه بکن این 15 دقیقه الان این چه تاییدیه به تو داده. الان تو کی اینو اینجوری آشنا دیدی زدی؟ نکن عزیز من. بعدش هم اینجا رنجه. خب ببین واکنش به این سقف رنج الان زده چیه. الان اومد روی 50%ش بسته شد. بعد وایسی دوباره عجله میکنی، پر چی این کار میکنی؟ وایسا. چون اومده بود اینجا زیر نظر داشتی که بیاد زیر این بسته بشه شد دیگه، دلیل نمیشه هر چیزی دیدی بزنی که. آقا وایسا. ای مثلا چی دوباره پریدی رو 15؟ الان رو 30 اینجا به تو چی داده؟ اومده وسط این داره ارده بلاک میده. برای چی اینجا داری همش کاری میکنی؟ دیگه باید بدونی دیگه اینا اونا چیزایی نیستن تو بخوای ترید کنی. هنوز فیچی بهت نداده. اینجا قرار قیمت نگه داره، نگه نداشت، بعدش اومد زیرش فکری میکنه. بعدش هم الان S&P اومده توی BC 5 دقیقه یه واکنش نسبتا تندم داده. این به 5 نرسیده ولی اون خودش رو رسون به 5ش. پس از اینجا تا اینجا این SMTه. الان ببین تو الان ساعت 13 ساعت فلان الان اینو نهید. حالا SMT که نهیده ولی اون اومده اینجا رو پر کرده. اگر هم نگاه بکنیم الان که چی جای آشغاله. دوباره نگاه کن، حواست به اینا هم بد باشه. الان اینجا قیمت نگه داشته، پس به احتمال زیاد قیمت هنوز میخواد بره بالاتر. الان اینجا ارده بلاک ماست، ریکانفرم باید بشه. الان اینا برای تو آشناه. این که این فیل نشد بس قیمت رو نگه داشت، قیمت قدرتی نداره.
نگه میداره. پس من الان دنبال یه جایی میگردم که از اینجا مثلا میخواد بره بالا. نداد. Order filled. خب حالا به این داد. اگر نمیخوام به این برسه بعد اتفاقی بیفته، منتظرم قبل از اون چیزی به من بده. Order filled. استفا میدم اینجا. سقف اینو بزنه به اینجا برسه ریسک فری میکنه. نمیدونی مال چیه. خب ریسک فری میکنم، نگه میدارم. حداقل باید 1200 تا بگیره. ریسک من. خب اینو از این باید 1200 تا بگیرم. اینجا میتونم یه کانترکت اضافه کنم ولی حجم هم میریزه به هم. الان S&P هم رسیده به میدنایتش، این داره پوش میکنه قیمت. این هم از به این میگن لایف ترید. تو اینا رو باید ترید بکنی. برگشتی ببینی این نگه میداره، نگه داشت، اومد، عجله نکردی، این نگه میداره، نگه داشت، یه دونه دیسپلیسمنت به تو داد، اینجا نصف تو زدی، اینجا هم نصف دیگه شد، نگه داشتی، $1300 گرفتی، تموم شد. همین.